خب بچه اینم یه ویدیو آموزشی جهت نصب آینه‌های سرفرمونه که توی ویدیو اینستاگرام دیدین. ببینید این یه مدل از آینه هاست که توسط این بوشا و این پیچ نصب میشه. ببینید این مهره رو روش باز میکنید، این رو از این داخل پیچ آلن رد میکنید. این بوشایی که میبینید کار اینا چیه؟ مهرهشو که جا زدید، وقتی که این آلن رو صفر کنید، پیچ آلن رو صفر کنید، این مهره میفته این داخل و این باد میکنه. این میتونید راحت جا بزنید توی انتهای فرمون و صفر کنید آلن رو. این مهره اینجا این بوشه باد میکنه و صفر میشه و بسته میشه. حالا بریم با هم دیگه نصبش هم بگیریم و ببینیم. میریم برای باز کردن آینه و تعویضش. همونطور که میبینید با یه پیچ آلن بسته میشه. حالا بستگی به موتورتون داره، ممکنه آلن 5 بخوره یا آلن 6. این هم که دیدید با هم دیگه بستیمش، مهره رو صفر کنید و جا میزنید و این هم با آلن راحت بسته میشه. این هم برای تنظیمش هم از اینجا و هم از اینجا، این هم چپ و راستش. خیلی راحت و سریع در کمترین زمان آینه رو خودتون توی خونه عوض کنید. هر مدلی که دوست دارید موتورتون ببندید.